آپدیت جدید iOS 18 به بازار اومد. iOS 18 دو تا همین حالا طریق نصب شده و شما میگم شما میتونین در آیفون تنظیمات را باز بکنین. در بخش تنظیمات اینجا بخش جنرال را انتخاب بکنین. در بخش جنرال سافت‌ویر اپدیت را بالاش لمس بکنین. این صفحه باز میشه. iOS 18 دو همین حالا اتوماتیک برای ما اومده، برای شما حتما میاد. اگر در آیفونتون دیولپر بیتا استفاده میکنین، در بخش دیولپر بیتا این گزینه ها را باید آف بکنین، بالای آف بگذارین. وقتی که شما دوباره برگردین iOS 18 دو نمایش داده میشه. شما میتونین بالای گزینه اپدیت لمس بکنین، پسورد آیفونتون را در اینجا وارد بکنین. بعد از این مرحله نیاز نیست که شما کاری انجام بدین، آیفون اتوماتیک اپدیت میشه و اینستالیشن شروع میشه. سافت‌ویر اپدیت حالا iOS 18 دو در آیفون اپدیت شد. من پسورد آیفون را وارد میکنم. چت جی پی تی که همراه با اپل اینتلیجنس کار میکنه، از طریق سیری آیفون هم شما میتونین حل سوالاتتان را انجام بدین، حل مشکلاتتان را، تحلیل موضوعات و درس هایتان را توسط چت جی پی تی و اپل اینتلیجنس میتونین انجام بدین. و در بخش تصاویر، عکس ها و در بخش های مختلف دیگه خودی آیفون iOS 18 دو ویژگی های فوق العاده ای داره. در ویدیوهای بعدی حتما ویژگی هاش را به شکل مفصل به شما بیان میکنم. این ویدیو را هم با دوستانتان شریک بسازین. موفق باشین. از هر پروداکتی که شما خریداری بکنین، از این گوشکی های فوق العاده یک دانه به شکل تحفه به شما ارسال بشه. عزیزان، فروشگاه آل الیت لینک این فروشگاه را در بخش بایو، در بخش دیسکریپشن و در بخش کامنت ها هم میگذارم. شما میتونین از طریق آنلاین با اطمینان خریداری بکنین. عزیزان، در ظرف 10 روز به شما ارسال میشه.